میکنن. تو باید اینا رو جمع میکردی. دارم همین کارو میکنم دیگه. اما اونا که هنوز کفش زمینن. سندی من سریعتر از این نمیتونم جمعشون کنم. این برگا خیلی بزرگن. بیا ببین اینجوری فقط اونا هی خوردتر میشن. اصلا برو پله ها رو تمیز کن یا یه کار دیگه. ما باید هرچه زودتر این برگا رو جمع کنیم وگرنه خیلی دیر میشه. دلیل این همه عجله چیه سندی؟ گفتم که من هفته دیگه به خواب زمستونی میرم. خواب زمستونی؟ ای که گفتی یعنی چه؟ یعنی این که من کل زمستون رو میخوابم. میشه منم بخوابم؟ نه بی سواد، فقط بعضی از پستان دارن اینطورین. آهای سندی خانم جان، انگار قبلا بهت نگفته بودم منم مثل شماها بعضی از زمستونا رو میخوابم. حرف نزن بابا سنجی، وقت زیادی نمونده. راستی سندی این خواب زمستونی دقیقاً از کی شروع میشه ها؟ از هفته دیگه. اما سندی ما هنوز 1 2 3 168 ساعت وقت بازی داریم سندی. با خاک عالم، من هنوز کلی کار دارم. ما میتونستیم حسابی اسکی کنیم.